Festival یکی از دهه‌های کلانترینی تاجیکستان به حساب رفته زیاده از به نظر 70,000 اهالی زندگانی میکنند. درباره پیدایشی همین نام فستیوال در بین مردم فکر و عقیده های قریب 5 نمود فکر و عقیده ها هست. پیدایشی همین کلمه پیش قسطقوز بود. با قرار ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 29 مارس سال 2012 نام رسمی حاضره فستیوال رو گرفت که معنای همین فستیوال بلندی سرحاصل گفتنی گپ میشه. بین مردم های کهنسال دیگه همین خیلی روایت و سخن ها هست. آچه من مادر کلانم و از جمله مادرم نقل میکردند که در همین پایان دهه که محل جوی مغول میگویند قبر قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک در همین جا است. مزار تیمور ملیک همین جا است و همین مزار را با یک نام مزار ملیک میگفتند، نام دیگرش چله مزار بوده است. برای آنکه یک مزار از تاریخ نیست شود و از مزار نام و نشان نماند، از روی گفتی تاریخ شناسا تقریبا 1000 سال لازم است و امروز از وی مزار نام و نشان نیست. از شعرهای شاعران زبردست پیشینه که بیدل نوشته بود، ورز خود سخنی ورز این دهقانی کشتکار کشاورزی بنابراین خستیورز را خسته این خستان بلند شدن و کشاورزانی ورزیده دهقانان اصیل این خواجگی دوره های پیش هنگام دوره شوروی در دهه‌مان دو خواجگی کلان حجم فعالیت می برد. این خواجگی ها در خواجگی ها در یک سال زیاده از 200 تن میوه خشک، 2000 تن پمیدور، سبزی، پیاز، زیاده از 1800 تن گوشت، 2800 تن شیر و دیگر محصولات های خواجگی قشلاق را استحصال کرده به دولت می سپردند. غیر از آن خود در سال 1980 از همین یک دهه ما زیاده از 10,000 تن پخته استحصال کرده به دولت سپرده بودند. تاریخ شناسان مورخان بزرگ کشورمان شادروان عثمان جان غفاروف، سیدالله اسداللهیف عالم ادبیات شناس قید میکنند که از روی دستخط شاعر بزرگ کلاسیکی ما میرزا عبدالقادر بیدل گویا دهه خستیور در گذشته شهر بوده است. بالده کم این با معنای شهر گفتنی گپ بوده است و در همین یک دستخط میرزا عبدالقادر بیدل در خصوص همین خستیور سخن رفته بوده است. تکیه به همین از روی گفتی ادبیات شناس سیدالله اسداللهیف و مورخ بی‌نظیر عثمان جان غفاروف دهه خستیور با پیشنهاد و با امر پیشوای محبوب ملتمان امام علی رحمان نام اصلی خود را گرفت، یعنی خستیور. در نزد همین بازار دهه خستقوز در مرکز
مزارچه هست. مردم مزارچه میگویند. برای اون مزارچه میگویند احتمال با اون سبب که در این مزار فقط یک نفر مدفون میباشند. برای اون مزار آچه میگویند که صاحب این قبر، یعنی در این قبر خواب رفته زن میباشند. هنگام هجوم مغول ها به خوجند باستانی خوقند، فرغانه، خوقند، اخشیکد، اندیجان، خانهای همینجا، شاههای همین شهرها، نواحی ها میفهمیدند که اگر مغول خوجند را ضبط کند البته به طرف فرغانه می آید. آن طرفش به طرف اوش و به طرف غرم و دیگر جای وها کذا. بنابر همین شاه اندیجان از سبب آنکه پسر نداشته است دختر خود را با چند نفر افسر برای یاری به خوجند میفرستند. انا همین دختر شاه اندیجان اخسیکد به خوجند برای یاری، برای یاردن به تیمورملک قهرمان خلق تاجیک آمده. یک تیری دیدوی، تیری که پیشتر عادتا تیر را به زهر دیگر تر کرده ایستاده بعد میپراندند. انمی یک تیری دیدو آمده به دستی انمی دختری شاه اندیجان میزند، به همین دیه آمده یعنی حرارتشون بلند میشد و بندگی میکنند، جان میدهند و شهید را با همون انجام تنیه خودش به خاک میسپارند. از همون دوره اینجا را مزار آچه مینامند. مزار آچه اصلش اونجا، همون اصلی یادگاری اصلی 13. همون یادگاری اصلی 13 و همه خستیور و دو جا تغریم بیاد. همون قبرستانی که وای چلمزار با نام چلمزار مشهور، یکتاش همین مزار آچه که اصلی 13 و مبارزه خلق تاجیک به مقابل اصلاحگران مغول به داخل شد. یادگاری های تاریخی چله مزاری که در طرف جنوبی دیه امان جایگیر است، روایت های هست که در دوره های حاکم شهری خوجند بودنی تیمورملک یکی از شخصیت های نزدیکی تیمورملک از دیه خستیورز ما بوده است و هنگامی که آن کس در خدمت آن کس بودند بعد از حیات درگذشتن این شخص در طرف جنوبی همین خستیورز در مرز خستیورز و قطغان مزار آن کس را گذاشتند و پس از آن سالدات ها عسکرانی که از حیات درگذشتند تیر خورده یا که گذشتند آنها را در همونجا مانده آن را همچون چله مزار نامگذاری کردند. دیه مردمی ما رو بی لقب بی تخلصش نمیشناسند. انا همین محله که شما نشستم محله کنت اریق میگویند. کنت هم به معنای شهر است، کنت. اریقش کمتر کلمه ترکی ازبکی همراه شده است. اریق این معنای جوی را دارد. یعنی نقل میکنند پیران دیه که همون خرسی اویز بابایمون جوی اولا به همین محله آورده بوده است. یعنی دیه از همینجا سر شده وسیع شده بوده است. همین محله که چون خیلی که گفتن محله کنتریق و محله کرنایچی ها میگویند. عجایب خنده آور، شاید نشستگی های هم نمیدانند. سلامی کنایچی، ناصری سنایچی، یعنی این هم تخلص است و هم هنری آنها است. هم کنای میسازند، هم به توی و
معرکه‌های مردم رفته یعنی به تو یک حسن بخشیده کرنای می‌نماید. هنرمندای مشهور را من همون معرکه‌های سالهای 50 60 به ناصری سنایچی بودن. نامشان با نام ناصری سنایچی مشهور بود. یک موسیقی بسیار ملی بسیار کتی سرنایچی جدا زور بودن. دختری همونو اشوره ناصری و اشوره ناصری و از بین وی تاجیکستان هنرمندای تاجیکستان یکمین لوریت مکافاتی که عمومی اتفاقی آید به استراده شده که هم آدم تولدشان سال 1924 وفاتشان هم خیلی 5 سال پیش وفات کردن جنابه. یک گوشه هم بخیر درآمد که دوشنبه بودن دیگه اشوره ناصری و رقاصه مشهور تاجیک. هفت سال 8 سال اینجانب ما با همین کار مشغول شده ایستادیم. ما همراهی با اویله ما اویلوی این کار میکنیم. من اسباب‌های موسیقی را ساختیم، فروختیم. شاگردان ما از همین اسباب‌های ساخته ما بهره برده ایستادند. در اصل من در عائله استاد تولد شدگی هستم. پدرم استاد دوریدگر بودن. ما از خردی همین هنری دوریدگری مشغول. سال 1975 به مکتب موسیقی من داخل شده. 5 سال مکتب موسیقی مسکرا تمام کردم. بعدی تمام کردنی مکتب موسیقی 4 سال کالجی به نام صادقخان حافظی شهر خوزستان را تمام کردم. از سال 84 این جانب تا امروزه در مکتب صنعتی ناحیه و همچنین آموزگاری فنی رباب شده کار میکنم. یک 7 سال 8 سال این جانب با همین کار ساختن اسباب‌های موسیقی مشغول شدیم. ما اویلوی کار میکنیم. منمی اسباب‌هایی که ما میسازیم اساساً از درختی توت ساخته میشد. از درختی توت، دستش از درختی زردالو، چون که زردالو درختی بسیار سخت است. برای که دستش تاب نخورد ما از همین استفاده میبریم. در یک چند آزمون‌ها در نمایش‌های هنرهای مردمی اشتراک کرده هستیم. ما تا درجه صاحب شدن به گرانت پرزیدنتی سال 1921 غالبی آزمون شده 30,000 گرانت پرزیدنتی گرفتیم. من تا حال یک چند شاگردا هستند، شاگردا کار میکنن. حاضر با شغل اهالی همین خیلی نقشه داریم که در روزهای نزدیک کرسی کوتاه مدتی هنری کلان سالان که همین هنرهای آموزن. ما غیر از ساختن اسباب‌های موسیقی با مبل هم میسازیم. دیگر هایی که چیزهایی که برای مردم ضرور است، صندلی، میز و کرسی، مبل ها، جیوان ها میسازیم. با همین مقصد به نزدیکی با رئیس شغل اهالی گپزمان کرده بودیم که یک کرسی کوتاه مدتی هنرهایی و برای کلان سالان آموزانیم و یافتن جای کاری از آب نویکشان گفته همین نقشه داریم. من خودم می‌نوازم. دخترم دوتار نواز. دخترم هم سال گذشته کالجی صنعتی به نام صادقخان حافظی را تمام کرد. از معلمش کار میکند. من رباب می‌نوازم. من معلم فنی رباب و دخترم معلم فنی دوتار. از دو اسباب درس می‌گذاریم.
من خوراک‌های ملی تشتری تیار میکنیم. من همین محصولات های ما تیار میکنیم. حاضر اول یکم مرتبه روغن می اندازیم. خوراک ما شاول موشک نام دارد. خوراک قدیمی سیر غذا. روغن می اندازیم. بعد من گوشت استخوانی لیکدار می اندازیم برای طعمش با لذت شدن. بعد از این با من گوشت می اندازیم با برای با لذت تر شدن. من این پستونبه این به یک گوسفند این خوراکی بسیار سرغذا. من ما مادر کلان و مادرام یاد دادگی ما انا فرزندام یاد میتیم دخترها و کلینها و دویم همه خوراکای ملی تیار میکنیم. همین محصولاتی که برای همین خوراک استفاده میبریم از زمین نزدیک حوالگاه ها میگیریم. و غیر از این خوراک‌های آش جوری، خوراک‌های اوگرا، شپیره، همین خوراک‌های ملی بسیار استفاده میبریم. برای این خوراک با لذت شدن سبزی بسیارتر استفاده میبریم. همین زیربکه که من حاضر ما تیار کردیم مثل زیربکه آش پلاو. اکنون این به ما فقط ماش و لوبیا همراه میکنیم. به جای برنج ماش و لوبیا همراه میکنیم. برنج هم میاندازیم و ماش و لوبیا همراه میکنیم. این بسیارتر زیر بوندن در کار. سرخ کرده زیربکشه ثانی برای با لذت شدن ماش و لوبیا انداختن در کار. برای این من حاضر آب می اندازیم. بعد این با ماش و لوبیا همراه میکنیم. آب گری همش اندازیم. من ماش می اندازیم، ماش و لوبیا همراه میکنیم. من با لوبیا همراه میکنیم. بعد از من جوشیدن ماش و لوبیا پختن بعد باز برنج همراه میکنیم ثانی. حاضر این کمک جوشت ماش و لوبیا پختن است در کار. همش تیار شد. من حاضر استعمال میکنیم. دهه زیبا منظری خیستیورز این یکی از دهه‌های کشاورزی و حساب می رود و در دهه اکثر اگر
80% اهالی گویم خطا نمیکنم 80% دهه اهالی به کشاورزی مشغول باشند و بهر بلند برداشتن سطح استفاده پرثمر این زمین همه دهقانان کوشش زیادی را به خرج میدهند از زمین بسیار ثمرناک استفاده میبرند و در دهه اساساً سالهای پیشین تا سالهای 57 60 بگوییم خطا نمیکنیم بسیار باغ و میدان ها وجود داشت اگر دانسته باشید که زردالو های قندق میرسنجلی بابایی در دهه ما بسیار بود و میدان را بنیاد میکردند غیر از این باز دیگر محصولات های کشاورزی این محصولات های خوراکواری یعنی سبزوات و کشت میکردند گندم کشت میکردند من بدتر در خواجگی ها تاک و بازارها بسیار بودند مردم دیه در حقیقت اولین باشنده‌اش که دهقان باغبان بوده است اساساً از دوره قدیم هم در دوره اتحاد شوروی هم و امروز هم به کارهای دهقانی و باغداری بیشتر شغل میبرند. از قدیم بین مردم دیه همین خیل سخنها هست باغ ابوالقاسم بای، باغ احراری ها، باغ عبیدالله خان، باغ عبیدالله مقسوم، باغ چیلان و این خیل مثال ها رو من یک چند آورده میتونم. حتی خیلی که قید کردم مردم محل رو بی تخلص شناختن امر محل است. اکثر مردم یعنی با باغداری و با کشت و کار و با دهقانی یعنی مشغول بودند. من سال 2009 به این کارخانه آمدگی مانده هیچ کار نمیتونستم. سال شوق پیدا کردم این کار یاد گرفتم از استادان اینجا یاد گرفتم. این کار به ما معقول شد. نقش گلها رو به ما یاد میتیم. بعضی کارگران نقشه هاشو میکشن. این بچه ها کفته میتید گیداشه جاهای نالازم میشه ما گلش میبریم گلهاشو میشکفانیم کسب ما همین. این هنری کندکاری به ما معقول شد. اینجا زنهای بسیار کار میکردن. زیاده از 200 نفر شاگردا بودن در اینجا در پیش. استادی ما ظهوروف کامل جان به ما این کسب را آموختن. چند سال باز از همین کسب ما کار کرده زندگی ما به پیش میبریم. این گل اهمیت دادن در کار. اینم وقتش به می که اهمیت نتیدو ندانسته کات زنیدگر بینور میشد کار. گل ویران میشد. ویسانی بعد درست کردن در کار. خودش باید نمیشد. فقط اهمیت دادن در کار. ذهنتان مونده آموختن در کار دیه. کسب و هنرهای مول هست کندکاری من همون شاگرد ما وحجان بولتنان هم که بیشترشون تمامی ریسپوبلیکا مشهور حتی تا افغانستان رفته کندکاری که آمده
shogirdamo mana tamomi jumhuriy va hamon از روی لایحه و کارهای ملک میشه. این زیبایی ها رو می آفریم، گل‌های نمودشکی در تمامی بسیار مملکت ها، شهرها، دیگر دولت های خارجی و ما ساختیم. از آن جمله افغانستان، قزاقستان، آلمان بساختیم بیرون از دولت خدا ما. وطن خدا ما هم تمامی گوشی کنارش ما ساختگی میوه های ایوان و شپنگ های کلان. من حاضر قلعه ساختیم، باقی کمال خوجندی ساختیم، ارون خوجایف به شپنگ کدیم. تمامی گوشی کنار تاجیکستان به و فرمایش میشه از روی همون ساخته به استفاده میدیم. گله بودن به بازار بابا رحمان مرمتان خریدن دو گوشوار بابا رحمان مرمتان گله بودن به بازار بابا رحمان مرمتان خریدن دو گوشوار بابا رحمان مرمتان گوشواره بر گوش کردم بابا رحمان مرمتان شما را بیهوش کردم بابا رحمان مرمتان گوشواره بر گوش کردم بابا رحمان مرمتان شما را بیهوش کردم بابا رحمان مرمتان قد و نمایان کردید بابا رحمان مرمتان دلک ما ویران کردید بابا رحمان مرمتان قد و نمایان کردید بابا رحمان مرمتان دلک ما ویران کردید بابا رحمان مرمتان جگر ما بیریان کردید بابا رحمان مرمتان خودک ما حیران کردید بابا رحمان مرمتان جگر ما بیریان کردید بابا رحمان مرمتان خودک ما حیران کردید بابا رحمان مرمتان بابا رحمان مرمتان قدم و تو بی بی ریحان مرمتان بابا رحمان مرمتان قدمتون بابا رحمان من نوروز گفتیم سال 1990 یک مرتبه اینجا به طور رسمی جدایی هم با تانتنه قید کرده شده. همین حالی سویتفار میگن چارکچی بیانده چایخانه کلان همجا یک معرکی کلان شده بود. خلق مول اشتراک بود یک مرتبه همون خیلی ایدی نوروز تاجیکستان ما از سال 1971 قید کرده میشد. لیکن به طور عمومی همونجانده همون سالهای ابتدای سالهای 90 همه خیلی جماعت ها گرد چشده بود. جامعه دوست هستم. این هنر رو من از مادرم آموختم. از بیبیم اومده است این هنر به ما در کلان ما که زندگانی ما میجمونیم. زنهای محله ما کسب هنرهای دوزندگی، رمال دوزی، سوزنی دوزی، بافندگی به همین ها مشغول هستیم. زندگی ما پیش میبریم. یک چند شاگردها برآوردگی این کسب آموختم. من خرسند هستم. جامعه من صندوقی سیاه میگیریم پخت بریده من راز میرشون اندازشون گرفته پخت انداخته دخته من با میفروشیم. فرمایش میدیم، فرمایش که دخته میدیم. بازار بیا میبراریم، از خانه هم میفروشیم. اصلا این کسب دوست میدارم، خیالم دختش نه. کسبی دوست داشتم. از خوردی من نزدی مادرم بشته دخته میشتم. همونو یاد گرفتم.
خیلی وای خیلی جمعه های بچگانه می دوختیم اول برای یاد گرفتن برای آموختن ما سکین نغز یاد گرفتیم از خسته ورز به نامدار خیلی بغیر از این من رومال می دوزیم و من خیلی آیله ما مادرم می دوزم خیلی بیبی کلانم خیلی می دوختن کسب هنرم دوست می دارم از زندگی من پیش می بریم آیله ما و یاردم می دهد یاردم می کنیم عموما در دیه همه نمودهای هنرهای قدیمه که برای مردم ملت تاجیک خاص است چون آهنگری، کلالگری، چیوری، سوزنیدوزی، زرگری و هاکزاهای دیگر یعنی حالا هم در رشد می باشد. مرحمت و بازار در آیدگر گوشه آهنگران را می بینید، گوشه تنورگران رو میبینید و ها گوشه کوزگران و دیگر من در دیه های دیگر این چیز رو نخوردم. بخت و دولت بر سرم چو تاج با دعای بگردم من شاد بخت و دولت بر سرم چو تاج با دعای بگردم من شاد به مهر تو دارم احتیاج مهربانم هستی مادرم به مهر تو دارم احتیاج مهربانم هستی مادرم برای فرزند هستی فدایی عزیزی و هم به بهای برای فرزند هستی فدایی عزیزی و هم به بهای بر همه دردم همچو دوایی خوش زبانم هستی مادرم. وقتی که آغاز فصل بهار می شود ما با زنها در محله ها از علف که در روی زمین می روید و برای سلامتی خیلی مفید است از علف هایی که رویده است سمبوسه آماده می کنیم. از کدویی که از فصل تیر ماه زیادتی مانده است از آن هم سمبوسه آماده می کنیم. خیلی با لذت می باشد. با زنهای خانشین هم این رو ما به کلین ها به دخترهای خود می آموزانیم که این یکی از خوراک های قدیمی ملی تاجیکانه می باشد. برای تیار نمودن سمبوسه کدوگین و ما از محصولات ها پیاز، کدو، زیره در داخلش روغن جزه همراه میکنیم برای باز هم با لذت تر شدنش. سمبوسه الفین باشد از سمبوسه الفین هم همین طور تیار کرده می شود فقط به جای کدو با آن از علف هایی که برای سمبوسه استفاده می شود از همانها همراه میکنیم. از باقی مانده وقتی که تگی کدو باقی ماندهش میماند تگی محصولاتی که برای سمبوسه آماده کردیم ما فطیرهای جزگین و فطیرهای پیازین و همین خیلی فطیرها رو آماده کرده در تنور آن را میپزیم که خیلی با لذت و مفید می باشد برای سلامتی.
آمدای بهار با من سنبوسه های کبودی دار کراسیم ها من برای زن های خانشین من همومو جمع میشیم سنبوسه های الفین کدوگین که من همومو نونوی جزه دار پیازین فتیروی من دیدی بهار بکره خود خورسندی میکنیم من خیلی 3 کنجه میبندیم من خیلی 4 کنجه میبندیم نمودی ماه برین میبندیم ها نمودی ماه برین همین طور میبندیم یک چند نمود میشود 12 سالگیم سنبوسه میپزم من ایدو ایام شود من فقط من خونم با نمی سنبوسه حقا همسایه ها خیلی شده بارا همه سنبوسه باورت میبیم با مادر کلانم یاد دادگی که من خیلی همه از آم نکش گفته یاد گریتان بعد داشتم ها بچه ها یاد گیرد فرزندا دخترها سنبوسه الفین سنبوسه کدگی برای سلامتی این فایده شد اصلا اون که حوض فصلی بهار علف ها از ویتامین ها بای هستند ما تا آخری ایدی نوروز ما فقط از علف ها استفاده برده سیر غذا که هست از علف ها استفاده برده سنبوسه تیار میکنیم اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما